یکی از مسائلی است که در بین جامعه ما و برخی از جوامع هم مطرحه و خلاصه وجود داره و میخوایم با یه قدری شکافتن موضوع بحث رو انشالله عمومی‌تر بکنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. من هم با عرض السلام والتشکرات لجميع الجهات في امام الجندلات والمقام العظمى كدار كثير الاعتيادات والمند في خمار الانتخابات. بیننده محترمی پشت خط تلفن برنامه هستم، خدمتشون سلام عرض میکنم. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام به شما و مهمون برنامه‌تون. حاج آقا، من دیشب خواب دیدم توی جای تاریکی هستم، بعد یه چوب کبریت روشن کردم، یهویی چند تا اسکلت افتادن روم. میخواستم ببینم این خواب تعبیرش چی میشه. خوابك قليل في داخلش آبك، لكن هذا مشکل كل الممالك. عرضم به حضور شما که تعبیر خوابتون اینه که اون اسکلت ها که دیده بودید اموات شما و از بستگان شما بودند، از اون جایی که در روایت هست کل الاموات مشتاقون بالانتخابات. این بدبخت ها هم دلشون میخواسته بیان و رأی بدن، اما چون دستشون از دنیا کوتاه بوده خواستن به شما بگن که اگر رأی ندی انگار کبریت کشیدی به روح فخیمه ایشون. شما هم برای شادی روح رفتگانتون باید همه با هم اجماعاً شناسنامه هاشون رو بردارید ببرید حوزه برای رأی دادن. سلام عرض میکنم به حضور بیننده محترمی که با ما تماس گرفتن. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. حاج آقا، فرزند من تازه متولد شده. متوجه شدم که انگشت سبابش جوهریه. ظاهرا قبل از تولد رأی داده. میخواستم ببینم حالا بازم لازم رأی بده یا نه. در رابطه با قدم نور رسیده شما، از اونجایی که روایت داریم که میفرماید الاطفالات مشتاقون بالانتخابات، الان طفل مورد نظر دم دست هست، من یک صحبت کوتاه با ایشون بکنم و بیده البوبودی والباباده والماماده الا عداد بدا دی 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 دو 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 دوب 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 بله پستونکات. چی شد حاج آقا؟ بحث رأی بود کشید به بحث پستونک. قال طفلک یعنی بچه‌تون گفت انا اتشکر من عبع، یعنی من متشکرم از پدرم که من رو از همان طفولیت و قبل از طفولیت تشویق و یتشوقون فی شرکت الانتخابات کرد، کما این که پدر بزرگ همین بچه بعد از مرگش هم در انتخابات شرکت کرد و این بحث حائز الاهمیت فی کل الامور الانتخابات. اجازه بفرمایید یه تماس دیگه داریم، این رو هم برقرار بکنیم. حاج آقا، من الان سوالی که برام پیش اومده اینه که بین این کاندیدا کدوم رو انتخاب کنم؟ من چطور میتونم به این تردید طاقت فرسا پایان بدم؟ انت گیری پاچ کردی فی بحث الشکیات، ولكن شکیات مشکل العوله فی الانتخابات. در رابطه با همین موضوع پیشنهاد حوزه و خود بنده هم همین بود که از این به بعد یک کاندیدا بیشتر معرفی نشود و ملت بتوانند در یک انتخابات آزاد از بین همه اون یه نفر رو انتخاب کنند. سلام عرض میکنم به حضور بیننده محترمی که با ما تماس داشتن. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید. حاج آقا، من انگشتم به جوهر حساسیت داره، تکلیف من چیه؟ روایت داریم آقا، روایت داریم که میگه الانگشتات مشتاقون بالانتخابات. در شرایط اضطرار شما میتوانید با انگشت پاتون هم رأی بدید. ببخشید حاج آقا، من پامم شکسته، انگشتای پام تو گچه، اونم نمیتونم. تکلیف من چیه؟ اینجا دیگه بحث مدلول بیواسطه به واسطه ششلول مقام عظماست که لوله. مقام عظما میفرماید کل الاعضاء والجوارح المخلوقات مشتاقون بالشرکت والانتخابات. حالا شما بیا حوزه انگشت نخواستیم، شما همین برگر رو گازم بزنی دیگه برای ما کافی است. بیشتر از اینم سوال نکنید، وگرنه روایت هست که آن یحس الدستات فی الاشتیاق الصورتات. نعم. و اما حاصل الانتخابات من سنغ الميوجات والسبزيجات والملحقات والانتخابات والغاطبات والماسماليات في كل الصناديق الانتخابات. تشكرات.